سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز یه چالش خفن داریم. صبح تا شب قرار من حامله بشم با هندونه. هنوز چالش شروع نشده، من دارم به چخ میرم. بچم سردش نشه. آه آه اوه الان با این وضعیت قرار بریم رستوران ها. فکرشو نکنید. رستوران میری، کافه میری، خرید میکنی، همه کارا رو باید انجام بدی. بگو قرار به چخ بریم دیگه. خدای من. آی بچم فداش بشم منه، بچه منه. خب رفقا، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا آخر ویدیو هم همراه ما باشین، چون یه دنیا چیزای پچ‌ریزون در انتظارتونه. انگار تونست. وای چه شرایط شخمیه. یعنی کمردرد گرفتم هنوز اول کار. قراره بریم بیرون ببینیم مردم چی میگن، دوستامون چی میگن، کافه دار چی میگه، رستوران دار چی میگه. خلاصه قرار آبرو رو بدیم به گاج. فقط امیدوارم صابخونه نبینی که اوضاعش بد. وای نه خبر مهدی، یخصن چالش 24 ساعت حاملگی داریم. پسر آبروم رفت، باید زود بشینم مثل ماشین. نفسم در نمیاد، خیلی حالم بده. ماشینم که کثیف، یه از یه خانم باردار اصلا انتظار نداشته باشین که ماشینش تمیز باشه. پلیس پشماش میریزه. اوه الان پلیس جلو طرف میگه داداش حامله ای چیه؟ یا حالا بیا با این توضیح بده چالشه. خب این شما هستن هندونه است. حاملگی، چالش حاملگی داریم. واقعا هندونه است. چیزی چالش حاملگی داریم. امروز داریم شهرون یه قهوه میزنیم واسه بچه ضرر نداشته باشیم. عزیزم نکن لگت میزنه. نکن پیش سرتو بذار. آقا اومدیم کافه، پرای همه ریخت. مبارک بگش. انشالله قسمت شما باشه. قدم درسته. قدم شما کیلوی 20 تومن خرید. میفته بیرون دیگه. از من بیخیالش. دنیا بیارش. این چالشمون تمام شد. بریم برای چالش های بعدی. آقا سلام. باردارم، بیار کردم اومدم مرغ بگیرم ازت. بار داری؟ سرتو بذار نکن. خب چی داریم امروز؟ چی نداریم؟ همه چی داریم. آن داریم، نان داریم. بچه اینجا بالپاچونه اصلا، یعنی مال رفیق نابیمه. واسه بچه ضرر نداره که. چند ماه شه؟ 7 ماه. 7 ماه شه؟ ماشاءالله ماشاءالله. عزیزم من دلم مرغ میخواد. رام میخوای؟ باشه باشه مهم نیست. زن باردار باید، مرد باردار باید. پرای طرف پراش ریخته بودا. مرسی که به حامله ها ارزش میدی. خواهش میکنم مواظب خودت. خداحافظ. پول نگرفت ولی دمش گرم، خیلی غذاشون عالی بود. تصادف شد. دوربینو بده اونور. پشمام. این صحناتو دیدم واسه یه خانم باردار اصلا مناسب نیست. به به آقا امین عزیز. قربونت برم. باردارم. کی شد؟ یه چند ماهی هست شما در جریان نیستی. سرتو بذار. آقا سرتو بذار. آقا سرتو بذار. این بچه چی میگه آخه؟
لگت زد. بابا سر آقا قربونت برم، مرسی که به حامله ها احترام گذاشتی. آی 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 ای وای قاتل شدم. آقا رفتیم خداحافظ. پاره شدم، اسب شده. هنوز ما این هندونه رو بستیم به شکممون. واقعا سخته حاجی، واقعا. از همینجا از این تریبون به همه خانومای باردار بگم همدردی میکنم. بگم چی؟ بسه چند ساعت نشده ما اینو بستیم. آرم آقا ما بالاخره اومدیم خونه. یه عالمه کارهای خونه خفن داریم که بریم با این وضعیت انجام بدیم ببینیم چی میشه. کمرم گرفت. آخیش واقعا استراحت میچسبه تو این شرایط. خوشم قشنگ رسیده است تابلو. کمر درد گرفت. عجب بدبختی ها. کی گفت آقا ما یوتیوبر بشم؟ دفعه بعد خودم چالش ها رو مشخص میکنم. واقعا عجیب درد داره کمرم مخصوصا. میخوای تا دستشویی بگیریم؟ کارهای خانم خونه. وای آقا بگم نمیخوام. میبندین این قضیه رو. بسید کمر درد گرفتم نمیتونم بلند شم راست وایستم. دی کافیه دی. به همینم راضی باشین دی. یه خانم حامله داره تو کار میکنه. آبیم جلوی لپتاپ ببینیم چی میشه. وای 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 نفسم در نمیاد. به چرخه ببینیم. وای واقعا سخته پسر. باید فقط یه طرف خوابید. نفسم هم در نمیاد. صاف نمیشه. صاف اینطوری اصلا نمیشه. 5 کیلو دل و دما داره فشار میاره. اصلا فکرش هم نکن همینطوری. باید اینطوری کار کرد با لپتاپ. کج واقعا دیگه خسته شدم. چالشو همینجا به پایان میرسونم. امیر بیا بگیری ببینم. اینو بگیر از اینجا. صبر کن. آخیش پسر زنده شدم. پشمام. خب رفقا ممنونم که تا اینجای ویدیو همراهمون بودین. واقعا یه چالش سختی بود. رفتیم بیرون یه عالمم مسخره شدیم و بدترین قسمتش اینه که قرار اونو بخوریم. همونو ببریم ببینیم توش چه رنگیه. من چندین ساعته چی تو شکمم بزرگ کردم. دهن سرویس سفید بود.